یادم بچه که بودم وقتی برای اولین بار رفتم کلاس شنا، مربیم بهم گفتش برای اینکه ترست از آب کم بشه و بتونی شنا کنی، اولین کاری که میخوام بهت یاد بدم اینه که چجوری روی آب شناور بمونی بدون هیچ کاری. بهش گفتم خب غرق میشم. گفت نه. خب اول که رفتم تو آب شروع کردم به دست و پا زدن، دیدم آب داره وارد گلوم میشه. من آورد بالا، گفت ببین پشتتو صاف کن، جریان آب رو حس کن و هیچ کاری نکن. نیاز به دست و پا زدن نیست، فقط کمرت صاف باشه. به عنوان اولین تجربه باورم نمیشد. دستشو گذاشت پشت کمرم و گفت حالا نفس عمیق بکش، جریان آب رو حس کن. یه لحظه دیدم انگاری سبک شدم. مربیم دستشو برداشت و اونجا برای اولین بار تو زندگیم شناور موندم، بدون اینکه هیچ دست و پایی بزنم. و اینطوری شد که کم کم شنا کردن رو یاد گرفتم. به هر حال من از گفتن این تجربه یه هدفی داشتم. خب من چند روز پیش نشستم کتاب محبوب تو رو خوندم، داو د جینگ، و به طرز عجیبی یاد این اتفاق شنا کردن تو زندگیم افتادم. منظورت هنر زور نزدن داخل کتاب داود جینگ هست؟ دقیقاً. خب ما داریم تو جهانی زندگی میکنیم که هممون از جمله خود من هر روز در حال زور زدنیم برای اینکه تو زندگیمون به یه دستاورد خوب برسیم. و جالبه که تو در مورد این مسئله نزدیک به 2500 سال پیش صحبت کردی و یکی از چهره های اصلی مکتب تاویسیم به حساب میای. این مکتب امروز هم به دردمون میخوره. شاید باورت نشه با اینکه 2500 سال گذشته یه سری چیزا تو زندگی انسان ثابت مونده، مثل دست و پا زدن. دقیقا مثل همون تجربه من تو استخر شنا. البته این دست و پا زدن فقط به یک استخر و شنا کردن ساده منتهی نمیشه. در واقع ما انسان‌ها تو زندگیمون بیشتر عمرمون رو در حال دست و پا زدنیم. یعنی اگه بخوام خلاصه ای از انسان مدرن بهت بگم، ما اینطوریم که مدام داریم کار میکنیم، مدام دنبال موفقیت، پول بیشتر و آرامش بیشتر برای زندگیم که اصلا زندگیش نمیکنیم. حالا از اینجا به بعد من سکوت میکنم و اجازه میدم خودت حرف بزنی تا با دیدگاهت یکم بیشتر آشناشیم. دورانی که من زندگی می کردم حدودای قرن پنجم یا ششم قبل از میلاد مسیح. چین دچار فروپاشی اقتدار سیاسی، بی‌اعتباری ارزش‌های اخلاقی و از هم گسیختگی نظم اجتماعی شده بود. انسان‌ها با احساس عمیقی از ناامنی و سرگردونی مواجه شده بودند. من از جایگاه خوبی برخوردار بودم. داخل دربار اسم و رسمی برای خودم داشتم، اما دقیقا زمانی که دیدم همه دارند برای رسیدن به قدرت و بالا رفتن با هم رقابت میکنن، از سمت خودم کناری گیری کردم. چون یه وقتایی بهترین کنشی که تو داخل زندگیت میتونی انجام بدی مداخله کردن نیست، بلکه رها کردنه. حالا هر چی داخل این گفتگو جلوتر بریم بیشتر متوجه حرف من میشی. خلاصه اینطوری شد که من چین رو ترک کردم و کتاب کم حجمی نوشتم به نام داو د جینگ. فقط همین اول کار من یک مسئله رو روشن کنم. تو جوری شروع به صحبت کردی که انگار قراره در مورد مفاهیمی حرف بزنیم که میخوان جهان رو تغییر بدن. اما نه، من داخل این کتاب قانون صادر نمی کنم. نظام اخلاقی و فلسفی ارائه نمیدم و تمام حرفهایی که میزنم دور محور این سوال میچرخه که چرا وجود انسان تا این حد تمایل داره همه چیز رو کنترل کنه؟ چرا انقدر ما از بی‌نظمی میترسیم؟ چرا فکر میکنیم همه مسائل رو باید حل کنیم؟ و تو اینا رو تایید کردی که نزدیک به 2000 سال انسان هنوز از این تمایلاتش دست بر نداشته، درسته؟ آره، همه این ترسایی که گفتی هنوز زندن، حتی شاید خیلی بدتر از قبل شده باشن. حالا در بخش‌های بعدی در مورد فضای مجازی و بحران امروز جامعه مدرن صحبت می‌کنم. اما چیزی که جالبه اینه که روان انسان از 2000 سال پیش تا به امروز تغییر زیادی نکرده. این استراب، میل به قدرت، وسواس موفقیت و ترس رها کردن هنوز زنده است. این کتاب تو رو هم من به همین خاطر دوست دارم که به جای بررسی وضعیت تاریخی انسان به بررسی وضعیت وجودی انسان میپردازه. تصور کن دو نفر میخوان شنا یاد بگیرن.
به نفر اول کتابی کامل از اینکه چجوری شنا کنه، چجوری شیرجه بزنه میدیم و قوانین فیزیک آب رو قشنگ براش توضیح میدیم. چند ماه میره با این کتاب درگیر میشه، اما نفر دوم رو آروم آروم داخل دریا قرار میدیم، بهش یه تجربه واقعی رو نشون میدیم. بعد از یه مدت هر دوتاشون رو میاریم کنار هم دیگه. نفر اول میتونه تمام اصول شنا کردن رو توضیح بده، اما چون وارد آب نشده همچنان شنا بلد نیست. نفر دوم شاید نتونه توضیح بده، اما بدنش به واسطه تجربه های متعدد در آب بهتر راه شنا کردن رو پیدا میکنه. نگاه من نسبت به زندگی از جنس شناگر دومه. به جای ایستادن تو ساحل و تحلیل کردن، انسان رو به دریای تجربه دعوت میکنه. چون در همه مسائل زندگی خیلی فرقه بین کسی که کتاب روانشناسی عالی در مورد احساسات و عواطف انسانی مثل عشق میخونه، در مقابل کسی که هیچ کتابی نخونده اما خودش اون احساسات رو تجربه کرده، خودش عشق رو تجربه کرده. بله، نفر اول شاید بتونه تحلیل بهتری ارائه بده، اما نفر دوم درک واقعی تری از تجربه عشق و احساساتش داره. یه لحظه قبل از ادامه به حرفات وایسا، من به 2 نکته اشاره کنم، چون حالا هم بحث شناگر شد و هم بحث تحلیل. نکته اول این که خیلی جالبه، یک داستان مشابهی در متن ژوانگزی که خود این متن یکی از پایه‌گذارهای مکتب تائویزم محسوب میشه وجود داره، که میگه یک مردی خودش رو به جریان آب یک گرداب خطرناک میسپاره و کنفوسیوس این صحنه رو میبینه. بعد به شاگرداش میگه که برید این مرد رو نجات بدید و یک کم که میگذره میبینه این مرد برخلاف تصور کنفوسیوس میاد روی آب و کنفوسیوس اینجا ازش سوال میپرسه که چطوری تونستی این کارو بکنی؟ من فکر کردم تو داری غرق میشی. مرد گفت من کار خاصی نکردم، با جریان آب با اون گرداب رفتم پایین و با یه گرداب دیگه دوباره اومدم روی آب. مسئله اینجا این نیستش که آدم خودش رو کورکورانه به جریان بسپره. مسئله اینه که خیلی وقتا به جای جنگیدن با طبیعت باید راه هماهنگ شدن باش رو پیدا کنیم. و نکته بعد این که این جایی که من و تو داریم با هم صحبت میکنیم یه کانال فلسفیه، مخاطبهای فلسفه دوست داره و فکر میکنم قبل از این گفتگو نزدیک به 37-38 تا مناظره و گفتگو فلسفی وجود داره که داخلش فقط داشتیم مسائل رو تحلیل میکردیم، همه ذهنها در حال تحلیل بودن. و حالا بعد از دیدن همه این گفتگوها یه سوال بزرگ به وجود میاد که آیا تونستیم این تحلیل ها رو از ساحل به دریای زندگیمون هم ببریم یا نه؟ مسئله همینه. من میخوام همه رو از وسواس تحلیل بیرون بکشم و به دل تجربه بندازم تا برسیم به اصل وووی. بیکنشی و زندگی آبگونه. در زبان چینی بهش میگن وووی. این اصطلاح رو بیعملی ترجمه میکنن، اما منظور من از وووی بیعملی به معنای اینکه هیچ کاری نکنی نیست، بلکه کنش بدون زور و بدون اجباره. برای همین لازم میدونم که یک مسئله رو بهتر باز کنم. برای درک وووی من از مثال طبیعت استفاده میکنم. خود طبیعت اگه دقت کنی کنش داره، اما این عمل کردن، این کنش طبیعت هیچ وقت از جنس زور نیست. یعنی تو نمیتونی بگی من این گیاه رو بیشتر آب میدم تا رشدش با سرعت بیشتری اتفاق بیفته. چنین چیزی لزوما رخ نمیده، چون طبیعت فعاله در حالی که تقلا نمیکنه. یک گیاه هیچ وقت برای رشد کردن زور نمیزنه که از خاک بیاد بیرون، بلکه وقتی شرایطی مثل آب، خاک و نور فراهم باشه خود به خود و به طور طبیعی رشد میکنه. گاهی حتی از لای سنگ ها هم میتونه آروم رشد کنه و تبدیل به یک درخت بشه. و تو اگه بخوای این روند رو با فشار و اجبار بهش سرعت ببخشی، در حقیقت داری یه اشتباه بزرگ رو مرتکب میشی، چون داری تو در ساختار طبیعی رشد اون گیاه یک اختلال بزرگ ایجاد میکنی. حالا برای اینکه بسنجیم قدرت واقعی طبیعت تا چه حده،
مثال آب رودخونه رو برات میزنم. هممون تو زندگیمون صحنه هایی دیدیم که آب با اینکه نرم روونه میتونه به شدت فرساینده باشه و راه خودش رو بین سنگ ها و موانع پیدا کنه. در نگاه اول شاید ناممکن به نظر برسه. آب یک مایع و سنگ جامده. اما همه با چشممون این صحنه رو بارها در طبیعت دیدیم که یک آب باعث فرسایش یک سنگ شده و تونسته راه خودش رو پیدا کنه. حالا اگر انسان بتونه از طبیعت اون بیرون در زندگی خودش الهام بگیره، اون وقت میتونه ووی رو داخل زندگیش پیاده کنه. یعنی بدون اینکه خودش رو مجبور کنه و به خودش فشار بیاره، راهش رو به سمت مقصدش پیدا کنه. در حالی که اکثر مردم تمام طول عمرشون رو صرف کنترل کردن اتفاقات اطرافشون میکنن. و وقتی توی کنش تحمیلی ایجاد میکنی، یه واکنش متقابل هم شکل میگیره. یعنی تو در واقع داری تعادل طبیعی رو به هم میزنی و ممکنه یک زنجیره ای از تنش ها ایجاد کنی. اینطوری حتی به موفقیت هم در شغل، در زندگی نمیتونی برسی. چقدر این نگاه تو من دوست دارم. چند وقت پیش یه مقاله خوندم درباره اینکیوبیشن افکت، یک پدیده‌ای که در روانشناسی خلاقیت و حل مسئله مورد مطالعه قرار گرفته. توضیح سادهش اینه که مثلا داریم با یکی صحبت میکنیم، میخوایم درباره یه خاطره خاص حرف بزنیم، بعد میگیم آره اون لحظه چی شد، وای خدایا نوک زبونمه، چی شد یادم رفت. هر کاری میکنی اون اتفاق یادت نمیاد، ولی یکم که ازش فاصله میگیری، وقتی بیخیال اون اتفاق میشی، یه دفعه میبینی خیلی راحت اون خاطره میاد تو ذهنت. در مورد خیلی چیزای دیگه هم همین مسئله وجود داره. مثلا توی آزمون میگن اگه روی سوال قفل کردی، رد شو ازش و آخر برگرد، و خیلی از اوقات تو به اون سوال برمیگردی و میبینی جواب به ذهنت رسیده. در روانشناسی خلاقیت هم این ایده بررسی شده که وقتی روی مسئله گیر کردیم و نمیتونیم حلش کنیم، باید ازش یه فاصله کوتاه بگیریم، چون وقتی که گیر کردیم، قشر پیشانی، اون قسمت حسابگر ذهن فعال میشه و در واقع توی ذهن یه ترافیکی ایجاد میکنه که دیگه نمیتونی راههای بیشتری برای حل مسئله پیدا کنی. در مورد خاطره مثلا نمیتونی بری خاطرهایی که دور دستن توی ذهن رو پیدا کنی. وقتی فاصله میگیری ازش، این ترافیک از بین میره. برای همین خلاقیت به اوج خودش میرسه. اگر بخوام یه مثالی از خلاقیت در دنیای واقعی بزنم، خب یکی از موندگارترین ملودی‌های تاریخ موسیقی آهنگ Nothing Else Matters، ترانه‌ای که اتفاقا مضمونش هم به بحث امروزمون بی ربط نیست. خب داستان خلق شدن و نوشته شدن ترانه این آهنگ اینطوریه که جیمز هیتفیلد، خواننده و گیتاریست گروه متالیکا، بعد از یه دوره طولانی و خسته کننده، داخل هتلش مشغول صحبت تلفنی با یکی از دوستاشه و همینطوری که گیتار رو گرفته دستش، چند تا نوت ابتدایی رو زمزمه میکنه و روی گیتار میزنه و از دل همین استراحت کردن و صحبت کردن با دوستش، ایده‌ای شکل گرفته که بعدها تبدیل به یکی از محبوب ترین آهنگ‌های تاریخ موسیقی شده. دقیقا همینه. این مرد یک دستاورد جهانی به دست آورده در حالی که هیچ زوری نمیزده. صرفاً از همراه شدن با جریان زندگی این خلاقیت به وجود اومده. شاید اون لحظه باید تمرین میکرده، اما ترجیح داده با خودش رو راست باشه و بگه من خستم. و توجه کن، در ابعاد دیگه زندگی هم این اتفاق رخ میده، مثل روابط انسانی. ما در رابطه با اطرافیانمون، به خصوص در رابطه عاشقانه، سعی میکنیم نتیجه رو کنترل کنیم. همش با خودمون میگیم الان این حرفو بزنم، الان اون حرفو نزنم، الان اگه اون حرفو زد چه منظوری داشت. و هر چی بیشتر بخوایم این حالت طبیعی رو کنترل کنیم، تعادلش رو به هم میزنیم و رابطه از اون حالت واقعی خودش خارج میشه. و حالا که همه اینا رو گفتیم، شاید با خودت فکر کنی که ووی به معنای تنبلیه، با اینکه نه، ووی به هیچ عنوان به معنای هیچ کاری نکردن نیست، بلکه به معنای کنش درست در زمان درست با استفاده از حداقل زور و انرژی. موافقم. حالا رسیدیم به یکی از بخش‌های مورد علاقه خودم از کتاب، بخشی که در مورد اخلاق و سیاست حرف میزنیم. بریم بخش بعد و در مورد اخلاق یکم بیشتر صحبت کنیم. هر وقت اخلاق رو به جای زیستن تبلیغ و تحمیل بکنی،
اخلاق واقعی که همون فضیلت درونی انسانه از بین میره و سازوکارهای کنترلگر جاشونو میگیرن. اینجا بحث ما دوباره برمیگرده به همون طبیعت. تو وقتی اخلاق رو تحمیل میکنی داری تعادل رو به هم میزنی. داخل یک جامعه سالم اخلاق نباید به مردم تحمیل بشه، چون اخلاق تحمیلی بدون شک باعث یه واکنش دفاعی از طرف شخص مقابل میشه و هرچی ما این باید و نباید ها رو بیشتر بکنیم ریاکاری بین مردم هم بیشتر میشه. در واقع اخلاق تحمیلی همون زور زدنیه که زنجیره طبیعت رو به هم میزنه. برای همین میگم داخل یک جامعه قانونگذاری افراطی نشونه بی‌اعتمادیه. قانونگذار با این کار عملاً داره با زبون بی زبونی میگه من به مردمم، به فضیلت مردمم اعتماد ندارم. وقتی تو به یکی بگی من بهت بی‌اعتمادم، حتی اگه نظم رو هم بتونی شکل بدی، اون نظم میگه یک نظم واقعی نیست، یک نظم تحمیلیه. یعنی شخص ممکنه جلوی توی قانونگذار همونطوری که ازش خواسته شده رفتار کنه، اما وقتی نظارت و اجبار نباشه ممکنه رفتار دیگری از خودش نشون بده. یه لحظه قبل از اینکه ادامه بدی من نکته کوچولویی رو بگم. یاد امر به معروف و نهی از منکر افتادم. یه مسئله‌ای که تو جامعه من خیلی پررنگه. مثلا به یه خانومی به خاطر حجابش تذکر میدن، حالا ممکنه اون خانوم همون لحظه حجابش رو درست کنه، اما به محض اینکه اون شخص تذکر دهنده بره، دوباره اون خانوم به حالت قبل برمیگرده، حتی شاید با مقاومت بیشتری بعدها رفتار کنه. البته مسئله امروز ما حجاب نیستش، این که درسته غلطه. مسئله اینه که اخلاق تحمیلی، اجبار، میتونه نتیجه معکوس داشته باشه و این چیزیه که من بارها با چشم خودم تو جامعه دیدم. آره این مسئله خیلی مهمه، نه تنها تو جامعه، داخل خانواده هم این مسئله مهمه. تو اگه خودت یه روز فرزنددار شدی خواستی اخلاق رو بهش یاد بدی، به جای اینکه اخلاق رو بهش تحمیل کنی یا به جای اینکه سرش داد و بیداد را بندازی تا اخلاق رو بهش یاد بدی، بهتره سعی کنی خودت کار اخلاقی انجام بدی، چون دیدن این رفتارها از تو به مراتب بیشتر از شنیدن موعظه‌های اخلاقی میتونه روی بچه تأثیر بذاره. وقتی بچه رفتار رو میبینه اخلاق به شکل طبیعی تو ذهنش شکل میگیره. حالا که بحث اخلاق تحمیلی شد، تو داخل همین بخش از کتاب درباره قدرت، رهبرها و حاکما هم حرف میزنی. میشه درباره این مسائل هم یکم توضیح بدی؟ بهترین حاکم کسیه که حضورش در جامعه کمتر احساس بشه. قدرت آشکار میتونه باعث ایجاد مقاومت از طرف مردم بشه. وقتی یه حاکم به شیوه‌های گوناگون بیاد جلوی مردمش قدرت نمایی کنه، شاید در نگاه اول خیلی‌ها بگن هدفش ایجاد تغییره، اما اینجا باز برمیگردیم به همون مثال بخش اول، مثال آبی که با صبر باعث فرسایش یک سنگ میشه. برای تغییر هم همینه. برای رشد اگه عجله کنی و بخوای با زور این روند رو جلو بندازی، فقط داری چرخه طبیعی رو به هم میزنی. نه تنها باعث تغییر نمیشی، بلکه ممکنه چرخه ای رو به راه بندازی که در نهایت به ضرر خود تو به عنوان حاکم باشه. برای همینه که میگم به عنوان حاکم تو باید کمتر دیده بشی و بیشتر اثرگذار باشی. داخل عصر مدرن از این افراد زیاد داشتیم، مثل گاندی که چنین جریانی رو دنبال کرد، مقاومت بدون خشونت. اتفاقا گاندی از سنت‌های شرقی به خصوص ایده‌های مرتبط با عدم خشونت خیلی تأثیر می‌گرفت. مقاومت می‌کرد، کنشش رو داشت، اما این کنش از جنس بکارگیری خشونت نبود، چون معتقد بود خشونت میتونه یه چرخه مضر رو به راه بندازه، چرخه‌ای که دوباره خشونت بیشتری تولید بشه. و در مبارزه برای استقلال هند این شیوه مقاومت بدون خشونت نقش مهمی داشت. بعد از گاندی هم افراد زیادی از این نوع مبارزه الهام گرفتند. مثلا مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان امریکایی، اونم کنش داشت، اما این کنش با خشونت همراه نبود. حتی وقتی طرف مقابل با خشونت باشون برخورد میکرد، بازم میگفت شما نباید با خشونت رفتار کنید. و حقیقت هم اینه که خیلی از این افراد در مسیر مبارزه جونشون رو از دست دادن، اما تأثیری که در تاریخ گذاشتن هنوز هم موندگاره، مثل همون جریان آبی که با صبر تونست مسیر خودش رو از دل سنگ پیدا کنه.
همه صحبت‌هایی که تا اینجا کردی خیلی ارزشمند و خوب بودن. اینکه دست از تحلیل کردن همه چیز برداریم، با جریان همراه شیم و وووی رو داخل زندگی خودمون بیاریم. اما یک مسئله اینجا مطرح میشه، اینکه ما در حال حاضر داریم جلوی آدم‌هایی صحبت میکنیم که عاشق فلسفن و همیشه برای عقل جایگاه ویژه‌ای قائل بودن و قطعاً این سوال توی ذهنشون پیش اومده: تکلیف عقل این وسط چیه؟ مگه میشه بگیم اصلا عقل بده؟ اگه قرار باشه همه چیز رو تجربه کنیم و از تحلیل کردن دست بکشیم، خب اینجوری ممکنه بیفتیم توی باطلاق بزرگتر. میشه این مسئله رو بیشتر توضیح بدی؟ ببین، ما یه طرف مفهوم عقل رو داریم و یه طرف دیگه مفهوم زندگی. اگر زندگی بیاد در خدمت عقل، به خودمون ضرر زدیم. اما اگر عقل بیاد در خدمت زندگی، راه درست رو پیدا کردیم. من نمیگم عقل بده، اتفاقا لازمه. چند مورد هست که من داخل کتابام درباره‌شون صحبت کردم و فکر میکنم اگه اینا رو توضیح بدم همه متوجه این مسئله میشن. اول اینکه انسان هر چی بیشتر تو زندگیش با عقلش مفهوم سازی کنه، ممکنه بیشتر از حقیقت دور بشه. خب ما برای فهمیدن ناچاریم تجربه هامون رو در قالب مفاهیم بریزیم. اما خطر از جایی شروع میشه که مفهوم رو با خود واقعیت اشتباه بگیریم. مثلا بخش قبل ما به این موضوع اشاره کردیم که داخل رابطه عاطفی تو نباید مدام تحلیل کنی. تو نباید مدام مفهوم سازی کنی. مدام از خودت بپرسی این حرف چه معنایی داشت، چه مفهومی پشتش بود. و اینجا عقل مهمتر از لحظه حال تو شده. تو لحظه رو از دست دادی و به حرف عقلت مدام داری گوش میکنی، در حالی که بعضی از تجربه قبل از اینکه تبدیل به مفهوم بشن باید زندگی بشن. مورد دوم، زبان واقعیت رو تکه تکه میکنه. زبان انسان برای فهمیدن جهان روی واقعیت برچسب میزنه. جهانی رو که یک پارچه است، احساساتی رو که یک پارچه‌ان برش میده تا بتونیم براش اسم انتخاب کنیم. یعنی چی؟ برای مثال فرض کن نشستیم داریم به دریا نگاه میکنیم. یه ماهی میبینی، یک موج میبینی، یک ساحل میبینی و برای اینا اسم گذاری کردی. اما واقعیت اینه که اینا هیچ کدومشون از هم دیگه جدا نیستن. ماهی بدون آب وجود نداره، موج بدون دریا معنا نداره و ساحل هم بخشی از همین کلیته. با این حال زبان ما رو عادت داده که اینا رو از هم دیگه جدا ببینیم و انسان درباره احساسات خودش و دیگران هم همین کارو میکنه. مثلا تو به یکی میگی آره فلانی عصبانیه، یا درباره خودت اصلا میگی من امروز غمگینم، من امروز خیلی خستم. اما شاید چیزی که واقعا اتفاق افتاده این باشه که یک احساس گذرا در تو به وجود اومده و قراره بره. اما این زبان تو باعث میشه یه حالت موقت رو تبدیل به یه بخشی از هویت خودت کنی. انگار یک مهمونی اومده توی خونه تو و تو اختیار خونه رو بهش میدی و میگی تو صاحب خونه ای. در حالی که اون مهمونه، اون خشم ممکنه 10 دقیقه دیگه بره، اما تو میگی من آدم عصبانی هستم. اینجا دوباره زندگی رو در قالب مفاهیم و برچسب‌ها حبس میکنی. پس خیلی وقتا لازم نیست برای هر تجربه‌ای فوراً اسم پیدا کنیم. فقط اجازه بدیم تجربه خودش جریان داشته باشه. مورد بعدی، دونستن زیاد همیشه به معنای بهتر دیدن نیست. من نمیگم دونستن بده. دوباره حرف اولم رو تکرار میکنم. عقل خیلی خوبه، باید ازش استفاده ببریم. اما یه وقتایی هم دونستن زیاد باعث میشه نتونی مسائل رو درست حسابی ببینی. برای همین اگه درباره چیزی کلی مطالعه کردی، کلی تحقیق کردی، بازم به دونستهات 100% اطمینان نکن. مثلا تصور کن تو خودت یک فرمانده با تجربه جنگی و حالا خودت و سپاهت محاصره شده بین دشمنها. اگر بخوای به دونسته‌های خودت تعصب داشته باشی و فکر کنی چون فرمانده‌ای با تجربه‌ای پس قطعاً بهترین راهکار رو میدونی، اینجا ممکنه به مشکل بخوری. چون ذهن تو مثل یک سطلیه که پر از پاسخ شده و وقتی سطل پر باشه دیگه چیزی برای جای جدید باقی نمیمونه. و در چنین موقعیتی شاید یک سرباز ساده داخل لشکر تو
چون ذهنش از پاسخهای آماده پر نشده راهی رو ببینه که تو ندیدی. خیلی وقتا تو زندگی لازمه که عقل کل ماجرا نباشی و من همه این حرفا رو زدم برای اینکه بگم عقل باید ابزار زندگی باشه، نه جایگزین زندگی. مثالایی که بخش قبل زدی خیلی جالب بودن و من میخوام به عنوان بخش پایانی یه سری از این مسائلی رو که گفتی با دنیای امروز تطبیق بدم. ما راستش تو دنیای امروزمون احاطه شدیم با فضای مجازی، اپلیکیشنایی مثل اینستاگرام که حالا به خوب یا بد بودنش فعلا کاری ندارم. مسئله فعلا اینه که ما به لطف این اپلیکیشن ها در حال سنجش و بالا پایین کردن خودمونیم و شاید باور نکنی تو بخش قبل تاکید کردی که عقل باید در خدمت زندگی باشه، ولی انسان امروزی به جایی رسیده که حتی در مورد یک مسئله ساده مثل تفریح کردن زندگی رو میبره در خدمت عقل. مثلا فرض کن یه آقای یه خانومی تو فضای مجازی یه سری تفریح ها رو میبینه، بعد با خودش میگه تعطیلات پیش رو منم باید دقیقا مثل اینا تفریح کنم، منم باید سفر کنم. و یه سری افراد هستن که با نشون دادن ظاهر زندگی خودشون یه تفکر خاصی رو به مردم القا میکنن. مثلا من با خودم فکر میکنم جمعه ها حتما باید برم بیرون شهر. نمیدونم منظورم رو متوجه میشی یا نه، ولی انسان قرن 21 برای تفریاتش تجزیه تحلیل میکنه، برنامه ریزی‌های سنگین میکنه و جالبه که میره اون تفریات رو انجام میده طبق همون برنامه، ولی بعد که به خودش میاد میبینه این همه سفر رفته، این همه پول خرج کرده، ولی اصلا خوش نگذشته. و حالا چرا اینطوریه؟ خب این فضا میاد یک رقابتی بین مردم ایجاد میکنه که مثلا من برای خوشگل شدن حتما باید این لباس ها رو بپوشم، طبق مد روز باشم، یا برای آرامش روانم حتما باید این سفرها رو برم، باید حتما جمعه برم بیرون، در حالی که ما خودمونم نمیدونیم ممکنه یه روز تعطیل مثلا جمعه اصلا از خونه بیرون نریم، بشینیم تو خونه ظهر یک املت درست کنیم بخوریم و کلی هم کیف کنیم. ولی فضای مجازی این عقل تحلیلگر و این اینستاگرام همه اینا نمیذارن. انگار ما داریم با همدیگه توی تفریح کردن هم رقابت میکنیم. داخل یک گرداب بزرگی از زندگی افتادیم که کلا زندگی رو فراموش کردیم. مثلا تو کشور خود من ایران چند سالیه که فضای ویدیوهای انگیزشی خیلی زیاد شده. یکی میاد میگه که حتما شبها ساعت 9 بخواب، صبح ساعت 5 بیدار شو، بعدش برو دوش آب سرد بگیر، این کارا رو انجام بده، بدون شک حالت خوب میشه. و خیلی از افرادم همین ویدیوها و همین آدما رو دنبال میکنن، تئوریای انگیزشی که گاهی حتی میتونن آسیب زننده باشن. برای مثال یه خانومی میاد انگیزه میده، میگه که شما باید ماهی یک بار برید سفر، اگر نرید افسردگی میگیرید. حالا ما هم تمام زندگیمون رو بر اساس همین حرف تجزیه تحلیل میکنیم، یعنی زندگی رو در خدمت همین حرف قرار میدیم، در خدمت عقلی که داره تجزیه تحلیل میکنه. و اینجا در واقع داریم ما به آرامش به عنوان یک پروژه نگاه میکنیم، یه پروژه‌ای برای موفق شدن، برای رقابت کردن با یکی دیگه، و یک من کنترلگر هم از درون مدام به تو گوشزد میکنه که تو باید تفریات بهتری داشته باشی، تو باید زندگی بهتری داشته باشی، پول بیشتری به دست بیاری، دیگه زندگیت از اون حالت طبیعی خارج میشه. و با توجه به حرفای تو من الان میفهمم که ما با یه بحران اساسی تو دنیای مدرن روبرو هستیم. با این تعریفی که از زندگی انسان مدرن کردی، آره واقعا وضعیت خطرناکه. چون توی حرفات من متوجه یه چیز شدم: وسواس موفقیت. اگه این وسواس موفقیت بین آدمای دور زمونه تو وجود داشته باشه، من تو کتابم توضیح میدم. این انسان در این حالت دیگه فقط حضور و بودنش داخل زندگی کافی نیست، بلکه باید موفق بشه و تا موفق نشده همچنان زور میزنه. باید یک نمایشی به اجرا بذاره که در رقابت با نمایش‌های بقیه برتر باشه، در حالی که خیلی از وقتا این اتفاق رخ نمیده و اون انسان همش احساس میکنه کامل نیست. این کاملا برخلاف اصل ووی هست. برای همین من از خود تو و تمام انسانهای نسل تو دعوت میکنم که کنشگر باشن، اما نه کنشی از جنس زور.
یه کنشی که از جنس طبیعت باشه، از جنس هماهنگی باشه. برای رسیدن به موفقیت فشار اضافی روی دوشتون حمل نکنید. فقط کافیه مثل همون گیاهی باشید که تو شرایط مناسب قرار میگیره و آروم آروم رشد میکنه. و این نوع زندگی به هیچ عنوان به معنای تسلیم شدن نیست. جهان اگر از شما میخواد مدام رقابت کنید، مدام بجنگید، شما یاد بگیرید آبگونه زندگی کنید. انعطاف پذیر، صبور و در عین حال فوق‌العاده قدرتمند. اونقدر قدرتمند که به مرور شکل یک سنگ رو هم تغییر بدید و راه خودتون رو پیدا کنید.